میدانید که زنهای جنت چه اوصافی دارد؟ آیا میدانید که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم راجع به زنهای جنتی، راجع به زنهای مسلمانی که در جنت میروند برای اونها چی وعده کرده است و برای اونها چی مقام الله داده است؟ و آیا میدانیم که زنهای جنت کدام هستند؟ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت میکند پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود الا اخبرکم بنسائکم فی الجنه، آیا شما را خبر ندهم از زنهایی که در جنت می رود؟ آیا شما را خبر نسازم از زنهای شما که در جنت می رود؟ یعنی از زنهای مسلمان جنتی که اونها فردای قیامت در جنت می روند کدام زنها هست؟ متوجه باشید. قالنا بلا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه عرض کردن که بله ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، زنهای جنت را برای ما بیان کن کدام هستند؟ قال ودود ولود اذا غضبت او اساء الیها زوجها وقالت هذه یدی فی یدک لک تحل بغمد حتی ترضى. یک از صفات زنهای جنت، صفات زنهای جنت است که اونها محبت کننده هستند، آنها زیاد فرزند آورنده هستند، یعنی زنهایی که زیاد با شوهرانشان محبت میکنند و زنهایی که زیاد طفل به دنیا می آورد. پس این دو صفت را رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود از صفات و اوصاف زنهای جنت است. پس خواهران و مادران مسلمانی که صدای من را میشنوید متوجه باشید، این دو صفت را با وجود خود پیاده بکنید و این دو صفت را در اعمال و زندگیتان تطبیق بدهید تا اینکه فردای قیامت الله سبحانه و تعالی شما را وارد جنت بگرداند. حدیث شماره دوم، وعن ام سلمة رضی الله تعالی عنها قالت قلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت ام سلمه یک از امهات المؤمنین و یک از زنهای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها میگوید که گفتم ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم، آیا زنهای دنیا درجه و مقام اونها بلند است فردای قیامت و یا زنهای و حورای بهشت؟ یعنی کدام اینها مقامشان بلند است؟ زنهای دنیا، زنهای مسلمانی که در دنیا هستند و یا حوران بهشت، کدام اینها بالا و مقامشان بلند است؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود نساء الدنيا افضل من الحور العين كفضل الدحارة على البطانة. زنهای دنیا به حد درجه و مقام اینها از زنهای آخرت خیلی ها از حوران بهشت درجه و مقام اینها بلند است. قال تو بما یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، گفتم به خاطر چی ای پیامبر خدا علیه السلام؟ به خاطر چی اعمال اینها را الله چنان مقامی داده است که از حور بهشت زیبایی و مقام زنهای دنیا بلند است. پیامبر نازنین علیه السلام فرمود که لصلاتهن و صیامهن و بعبادتهن الله عز وجل، گفت برای نماز خواندن اینها، برای روزه گرفتن اینها و برای عبادت الله سبحانه و تعالی که اینها در دنیا الله را عبادت میکنند و به خاطر این اعمال اینها الله سبحانه و تعالی زنهای دنیا را از مقام و درجه و زیبایی اینها را از حور بهشت بالا میگردند. پس خواهران و مادران مسلمانم، اگر میخواهی که فردای قیامت درجه شما از حور بهشت بالا باشد، پس در این دنیا نماز بخوان، روزه بگیر
و صدقه بدهید و از اعمال شایسته انجام بدهید.